همیشه نظریم هنرمند نقاشی روی مس. اینجا هم گالری سرخنگاره توی یکی از زیباترین سراهای بازار، سرای ملک. ما اینجا همراه با دوستان کارهای نقاشی روی مس انجام میدیم که اصطلاحاً به این هنر مس و پرداز میگن. اینجا هم در واقع گالری هنری هستش برای بازدید دوستان از مجموعه و هم آموزش این هنر، هم در واقع انجام کارها برای ارائه به بازار. من تقریباً 4 ساله که این هنر رو دارم انجام میدم به صورت کاملا اتفاقی. توی یکی از ویترینای مغازه یکی از این کارها رو دیدم و به خاطر علاقه‌ای که نسبت به این کار و استعدادی که حس کردم توی این زمینه دارم وارد این قضیه شدم. الان یک کاری ترکیبی داریم انجام میدیم با هنرهای مختلف مثل هنر قلمزنی که برای اولین بار توی زنجان داریم این کار رو انجام میدیم و انشالله دنبال کارهای متنوع دیگه‌ای هستیم که بتونیم هنر مس رو که مخصوص زنجان هستش متفاوت از کارهای موجود توی بازار، مخصوصا کارهای اصفهان انجام بدیم.